چی شد؟ پسر خوبیه چیه؟ استاد شوهرم مشه. بله پسر خوب هست. استاد به این چیزا نگاه میکنه مثلا ما دختر پسرهای بدی هستیم. این 2 ترم پیش با این استاد نداشتیم. خب بازم من و شینا و پریناز و همین آقای میلاد با همین استاد داشتیم. خب این که هر ترم با شوهرمش برمیداره دیگه، هر واحدی که حالا استاد داشته باشه همین برمیداره. بعد یه امتحانو ما هیچ کدوممون بالای 15 نشده بودیم. کل کلاس نزدیک بود دیگه بیفتیم واحدو. بعد آقا میلاد گرفت 19. پارتی بازی کرده دیگه. چی؟ آره خب درسش خوبه. آره یعنی پارتی بازی نشده، یعنی تو فامیلت دانشجود باشه براش پارتی بازی نمی کنی، بهش نمره بیشتر نمیدی، ارفاق نمی کنی. مرسی ژینا جون. آره بینم بدم میخوره دیگه آدم هست. دیگه دست در نکنم. به هر حال فامیلشه، معلومه که بهش بیشتر نمره میده. نمی کنی این کارو. یعنی تو اگه دانشجود اصلا فامیلت هم نه دوستت باشه بهش ارفاق نمی کنی نمره، به چه دردی میخوری دیگه. ببخشید اینجوری میگم، آشنایی باید به یه کاری ازادم بیاد دیگه. حالا ببین میلاد جلو می نشست، بچه زرنگه کلاس کلن از این هاست که جلو میشینه. بعد اون دختره نگاه کن اونجا، با دختر پشتش به ماست نگاش کن، بشناسی کیو میگم. الان من راجع به کی دارم حرف میزنم؟ چه تصوری داری الان؟ بعدم نسبت دیدیش بدونی دیگه، اینو راجبش میدونی مثلا، بعد اون خودشو نبینی. الان دوستای من بودن و چقدر دلت گنده است، نگاه نمی کنی. آره من دختره خوب دیدیش. میلاد به اون پیشنهاد داده بود، اونم همیشه اون جلو شینه، نمیرفت بغل دست اون می نشست. بعد بهش پیشنهاد دوستی داد، دختر قبول نکرد. از همون موقع میریم پشت میشینه. آره جناب
BMW داره، پول دارن دیگه. آره. بعد بابای دختره فکر کنم راضی نیستش. آره اینو اون روز با تلفن ژینا شنیده بود، داشت میگفت بابا چرا این حرفو میزنی، همه چی که پول نیست، نمیدونم عاشق منه بود. ساده است دیگه، معلومه پسر به خاطر پولش باشه، وگرنه چرا اصلا بخواد با دختر بزرگتر از خودش باشه، اونم 2 سال. این پشت سریت هم میبینی دخترم پشت سرت نشست، اینم با این پسری که پشت سر خودش نشسته، تو ردیف پشتیمون، اینا با هم دوست بودن. آره که فکر کنم 3 ماه و نیم اینا شد، حالا دقیق نمیدونم ولی آره دیگه اردیبهشت رفتن تو رابطه، خرداد تیر، آره به مرداد نکشید، نمیدونم سر چیشو نمیدونم و به هم زدن، اینو هنوز نفهمیدیم، هنوز برامون سواله، پرونده باز مونده. خب یعنی چی؟ بالاخره ما در جریان دوستشون بودیم، باید بدونیم چی شد به هم خورد، نمیشه که همینطوری تو کف بمونیم. آره ببین اینا سر چله تابستون زل افتاب میرفتن دور مینشستن رو به رو دانشکده، این نیمکتای دانشکده فنی، همچین چی تو چی بجم بعد که استاد خنده بلند میشد، قربون صدقه و این حرفا. بعد دیگه حالا میگم نمیدونم چی شده به هم زدن، بعد که میبینی که اصلا دیگه کنار هم نمیشینن و معلوم هم نیست سر چی، حالا بالاخره مشخص میشه، بالاخره بچه ها بفهمن تو گروه میگن. آره همچین به اسم فامیل هم صدا میزنن، انگار نه انگار مثلا تا چند روز پیش کم که هر دقیقه کنار هم بودن. ژینا فرزاد ژینا از فرزاد خوشش میاد، کراش داره روش. سوالی راجبش واسد پیش نیومده؟ نمیدونم با هم داری یه لبخند زدی و اینا، من بودم 8 سال داشتم حداقل مثلا اونم خوشش میاد یا نه؟